چرا نباید نسبت به مشکلات بقیه بی تفاوت باشی؟ این داستان دلیلش رو بهت نشون میده. یه موش داشت از سوراخ دیوار نگاه میکرد که دید کشاورز و زنش یه جعبه رو باز کردن. وقتی دید داخلش تله یه موشه وحشت کرد. سریع دوید توی حیاط تا بقیه رو باخبر کنه. مرغ که اون اطراف بود گفت: شرمنده، میدونم این برای تو مشکل بزرگیه، ولی به من هیچ ربطی نداره. موش رفت سراغ گوسفند و قضیه رو مطرح کرد. اون جواب داد: ببخشید ولی کاری از دستم بر نمیاد. در آخر موش رفت پیش گاو. گاو گفت: یعنی منم در خطرم؟ بعید بدونم. موش ناامید و نگران برگشت خونه تا با تله روبرو بشه. اون شب صدای بلندی اومد. انگار تله کار کرده بود. زن کشاورز دوید تا ببینه چی گیر افتاده. توی تاریکی نفهمید که تله دم یه مار سمی رو گرفته. مار زن کشاورز رو نیش زد. کشاورز فوراً اون رو برد بیمارستان و چند روز بعد زن با تب بالا برگشت خونه. کشاورز برای اینکه حال زنش بهتر بشه قصد داشت سوپ درست کنه. پس چاقو رو برداشت و رفت سراغ ماده اصلی، مرغ. حال زنش بهتر نشد. دوستها و همسایه‌ها اومدن عیادت. کشاورز گوسفند رو هم کشت تا ازشون پذیرایی کنه. زن کشاورز خوب نشد و در نهایت از دنیا رفت. در آخر کشاورز گاو رو فروخت و فرستاد کشتارگاه تا خرج مراسم خاکسپاری رو بده. دفعه بعد که کسی از مشکلش بهت گفت و با خودت فکر کردی مشکل من نیست، یه بار دیگه فکر کن. دنیا به خاطر بدی آدمای بد خراب نمیشه. به خاطر بی‌تفاوتی آدمای خوب خراب میشه. پس وقتی کسی بهت نیاز داره، یا دستش رو بگیر یا حداقل یه حرف دلگرم کننده بهش بزن. اگه هنوز به خانواده کتابکام ملحق نشدی، احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام دادی، تبریک میگم.